شاید برای خیلی از شما پیش اومده باشه که در مورد عوارض داروهایی که مصرف میکنید تحقیق کنید. گاهن حتی ممکنه مجبور بشید داروهای خودتون رو به خاطر عارضه‌های بسیاری که دارن و مشکلاتی که براتون ایجاد میکنن با داروهای دیگه زیر نظر پزشکتون تعویض کنید و یا حتی روش‌های درمانی دیگه‌ای رو به غیر از مصرف داروهای شیمیایی پیش بگیرید. یکی از مهمترین مشکلات و عوارضی که در بزرگسالی ممکنه برای انسان‌ها پیش بیاد ابتلا به بیماری پوکی استخوانه که یکی از بدترین و دردناکترین عارضه‌ها میتونه باشه و مشکلات زیادی رو برای افراد میانسال و بزرگسال ممکنه به دنبال داشته باشه. از مهمترین عوارض برخی از داروها میتونیم به پوکی استخوان اشاره کنیم که برخی از داروها متاسفانه ریسک ابتلا به بیماری پوکی استخوان رو افزایش میده. سلام، من سید مرضیه حسینی هستم و در این ویدیو میخوام در خصوص داروهایی که ریسک ابتلا به بیماری پوکی استخوان رو افزایش میدن باهاتون صحبت کنم. پس اگر تمایل دارید در خصوص این دسته از داروها اطلاعاتی داشته باشید تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. پوکی استخوان یکی از انواع بیماری‌های ارتوپدی هست که در اون گاهن فشارهایی که و آسیب‌هایی که در انسان‌های عادی باعث عارضه و مشکلی نمیشه، در این افراد باعث ایجاد آسیب‌های جدی و شدیدی میشه. در پوکی استخوان شکننده و ضعیف میشه. گاهن فشارهای حتی خفیف و بسیار خفیفی مثل سرفه‌های پیاپی، زمین خوردن عادی و خم شدن بیش از اندازه میتونه باعث شکستگی و آسیب به استخوان‌ها بشه که بیشتر استخوان‌های دنده‌ها، ستون فقرات، استخوان مفصل لگن و همچنین مچ دست ممکنه جزء این آسیب‌ها قرار بگیره. ما میگیم که استخوان یک بافتیه که دائما در حال تجزیه و تشکیله. هرگاه که تعادل بین این تجزیه و تشکیل به هم بخوره استخوان یک حالت پوک و توخالی پیدا میکنه و ما میگیم که پوکی استخوان به وجود میاد. تا سن 25 سالگی تراکم استخوان‌ها زیاد میشه و به اوج خودش میرسه. از سن 25 سالگی تا 35 سالگی در حد اکثر میزان خودش باقی میمونه و از 35 سالگی به بعد سالانه 0.3 تا 5% از تراکم استخوانمون رو ما هر ساله داریم از دست میدیم. عوامل بسیار زیادی میتونه باعث ایجاد پوکی استخوان بشه که یکی از مهمترین اونها عوارض برخی داروهای مصرفی ماست. یکی از مهمترین دسته های دارویی که این عارضه رو در پی داره داروهای مهار کننده پمپ پروتون هستن. یا بخوام به صورت ساده تر بگم داروهایی که ما برای معده دردمون استفاده میکنیم، برای ترش کردن و برای رفلاکس معده استفاده میکنیم، مثل اومپرازول، پنتوپرازول، سایمتیدین، فاموتیدین و غیره. کار این داروها چیه که باعث ایجاد پوکی استخوان میشه؟ کلسیم برای جذب شدن در داخل معده ما نیاز به یک محیط اسیدی داره، ولی این داروها با کاهش اسیدیته محیط معده و افزایش حالت قلیایی اون باعث اختلال در جذب کلسیم در معده میشن. دومین دسته دارویی که مجددا جزو پرمصرف‌ترین داروها هست داروهای کورتیکواستروئیدها یا همون کورتون ها مثل پردنیزولون، متیل پردنیزولون، بتامتازون و دکزامتازون هستن که با اختلال در جذب ویتامین دی سبب اختلال در فرایند جذب کلسیم میشن. دسته مهم سوم جزء دسته آنتیبیوتیک ها هستن. البته برخی از آنتیبیوتیک ها مثل داکسیسایکلین، تتراسایکلین، اریترومایسین، سیپروفلوکساسین و غیره. این دسته دارویی با باند شدن به کلسیم باعث ایجاد یک کمپلکس نامحلول و غیر قابل جذب میشن. پس نمیذارن در حالت عادی کلسیم جذب بدن ما بشه. دسته چهارم داروهای مهار کننده بازجذب سروتونین. چه دسته‌ای رو شامل میشه؟ چه داروهایی رو شامل میشه؟ داروهای ضد اضطراب و برخی از داروهای ضد افسردگی مثل فلوکستین، پاروکستین، سیتالوپرام
این داروها هم باعث اخلال در جذب کلسیم و کاهش تراکم استخوان‌ها میشن. دسته پرمصرف پنجم، داروهای ضد تشنج و یا ضد سل. این داروها اختلال در جذب روده‌ای کلسیم ایفا میکنن. هم این یک علت رو دارن، هم علت دیگه‌ای که باعث افزایش ریسک ابتلا به پوکی استخوان میشه اینه که تکثیر سلول‌های استوکلاست رو افزایش میدن. یعنی چی؟ سلول‌های استوکلاست سلول‌های تجزیه کننده استخوان‌ها هستند. پس در نتیجه به کاهش تراکم استخوان‌ها کمک میکنه. مثل چه داروهایی؟ فنیتوئین، فنوبارابیتال، کاربامازپین و همچنین داروی والپروات. اگر که این ویدیو براتون مفید بود، امیدوارم با لایک کردن اون و شیر کردن اون با عزیزانتون بتونید به آگاه شدن اونها هم کمک کنید. حال خوب رو برای همتون آرزو میکنم.